تا حالا شده به این فکر بیفتی که خودکاری که تو دستته از کجا اومده؟ یا قاشقت رو تو بشقاب سوپت بچرخونی و با خودت بگی کی به فکر ساختن تو افتاد؟ این وسایل ساده که هر روز باهاشون زندگی میکنیم هر کدوم یه تاریخچه پر از ماجرا دارن. از اختراعهای اتفاقی بگیر تا ایده های ناب آدم های خلاق، پشت هر کدوم یه داستان عجیب و غریب خوابیده که قرار امروز با هم کشفش کنیم. یه لحظه تصور کن بخوای یه نامه بنویسی ولی به جای خودکار یه پر غاز و یه شیشه جوهر دستت باشه که نصفش روی لباست میریزه. قدیما از مصر باستان تا قرون وسطی آدما با قلم‌های نوک‌تیز سنگی، چوبی یا پرنده می نوشتن. این روش تا قرنها ادامه داشت تا اینکه تو سال 1888 میلادی یه مخترع آمریکایی به اسم جان لاد اولین خودکار با نوک توپی رو ساخت. ولی چون جوهرش مشکل داشت زیاد جدی گرفته نشد. اما قهرمان اصلی داستان لازلو بیرو یه روزنامه‌نگار مجارستانی بود که سال 1938 میلادی از دست قلم‌های جوهری که موقع کار خراب می‌شدن خسته شده بود. اون با برادرش که شیمیدان بود یه خودکار با جوهری که سریع خشک می‌شد و یه گوی فلزی کوچیک اختراع کرد. تو جنگ جهانی دوم خلبان‌های بریتانیایی عاشقش شدن چون تو ارتفاعات جوهرش نمیریخت. تو دوران قدیم آدما با صدف‌های کنار ساحل، استخونای حیوانات یا چوبای تراشیده شده غذا می‌خوردن. تو مصر باستان حدود 1000 سال قبل از میلاد قاشقای فلزی رو ساختن و اشراف با قاشقای نقره سر سفره پوز میدادن. تو روم باستان قاشق‌ها از برنز و نقره بودن و حتی شکلشون رو برای غذاهای خاص طراحی می‌کردن. مثلا قاشق تخم مرغ خوری. تو قرون وسطی قاشق انقدر مهم شد که هر کی قاشق شخصیش رو توی جیبش میذاشت و با خودش همه جا میبرد، مثل کلید خونه الان. یه نکته باحال، تا قرن 17 تو اروپا چنگال هنوز مد نبود و همه با قاشق و چاقو غذا میخوردن. بدون مسواک احتمالاً الان موقع خندیدن یکم معذب میشدی. حدود 3500 سال قبل از میلاد بابلی ها و مصری ها با چوبای مخصوص که یه سرشون رو میجویدن دندوناشون رو تمیز میکردن. این چوبا که بهشون چوب مسواک یا چیوستیک میگفتن هنوزم تو آفریقا و خاورمیانه استفاده میشن. تو سلسله تانگ چین سال 619 تا 907 میلادی اولین مسواک‌های بررسی با موهای زبر خوک و دسته بامبو ساخته شد. این ایده به اروپا رسید و تو قرن 17 مسواک با موهای اسب مد شد چون نرمتر بود. اما مسواک مدرن رو ویلیام ادیس تو سال 1780 تو انگلیس ساخت. اون تو زندان از یه تیکه استخون و موهای خوک یه مسواک درست کرد و بعد آزادیش شرکتش رو راه انداخت. تو سال 1938 نایلون جای موهای حیوانی رو گرفت و مسواک برقی هم تو دهه 1950 اومد تا تنبل‌ها رو نجات بده. دکمه رو نگاه نکن که الان فقط شلوارت رو نگه می‌داره. یه زمانی فقط مال پولدارا بود. حدود 2800 سال قبل از میلاد دکمه‌های صدفی و سنگی فقط برای قشنگی لباس استفاده می‌شدن. تو روم باستان هم دکمه‌ها تزئینی بودن و با سنجاق لباس رو می‌بستن
تا قرن 13 تو اروپا کسی به فکرش نرسید دکمه رو کاربردی کنه. تو جنگای صلیبی شوالیه ها دیدن لباس های دکمه دار پوشیدن زره رو راحت تر میکنه و از اون موقع دکمه جای بند و سوزن رو گرفت. تو قرن 18 دکمه های فلزی و پارچه‌ای مد شدن و دیگه فقط مال اشراف نبودن. حالا فکرشو بکن، اگه دکمه نبود لباسا چه شکلی می شدن؟ تو دوران غارنشینی آدما با یه تکه سنگ جلوی غارشون رو می بستن که حیوونا نیان داخل. تو مصر باستان حدود 3000 سال قبل از میلاد درهای چوبی و سنگی ساختن که با نقش و نگار تزیین می شد و نشون دهنده ثروت صابخونه بود. رومی ها درهای لولایی و کشویی اختراع کردند و حتی تو قرن اول میلادی تو شهر هراکلیوم درهای اتوماتیک با فشار بخار و آب داشتن. فکرشو بکن، 2000 سال پیش در خونت خودش باز می شد، اونم بدون برق. تو قرون وسطی درهای قلعه ها با آهن تقویت شدن و الان درهای هوشمند با حسگر و رمز جای اونها رو گرفته. تو سال 1817 کارل درایس تو آلمان یه وسیله چوبی به اسم دریزین ساخت که پدال نداشت و باید با پاهات زمین رو هل میدادی. انگار اسکوتر بود. تو دهه 1860 فرانسوی ها پدال رو به چرخ جلوش اضافه کردن، ولی چون چرخاش فلزی بود بهش بونشیکر یا همون استخون شکم میگفتن، چون رو سنگ فرشا کمر تو داغون میکرد. آخر قرن 19 با لاستیک بادی و زنجیر دوچرخه مدرن شد و تو اروپا و آمریکا همه جا پر شده از دوچرخه سوارا. اگه این ویدیو رو دوست داشتی لایک کن و سابسکرایب هم یادت نره. قراره کلی چیز باحال با هم دیگه کشف کنیم. تا ویدیوی بعدی کنجکاو بمونید. خدا نگهدار.